Erkan Meriçliler, Duşan Kalkan, Leni Filozof, da Doktor Çupan. Hayat sevince güzel, sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Hayat sevince güzel, sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Yârenin kollarında, elimin koynlarında. Korkma düşmekten aşka, hayat sevince güzel. Nereden geldik dünyaya, hayatı yaşamaya. Aç gönlünü sevdaya, hayat sevince güzel. سینما، بانک، مغازه و بعضی خونه. میگم ساله این آسمان خانم خیلی زن هنرمندیه ها مگه نه؟ میگم تو اینو بگیر ولی باید صبر کنی نوبتت بشه. اول من با فاطمه ازدواج کنم بعد. میشنوه بابا زشتی. چرا زشت باشه؟ مگه حرف بعدی میزنم؟ بابا بزرگ بسته دیگه. بذار بره بگیرتش دیگه. این خیلی زن خوبیه باور کن. زیر شیرونی میگی؟ چی داری میگی؟ به من کی گفتن زیر شیرونی؟ نه بابا یادم رفت. چی داری میگی؟ اونو درست کردم. کی گفت اونو درست کنی؟ من میگم زن نه حفاری میگی؟ من اونم انجام دادم. اونم کارش تموم شد. دیگه باید برم. چرا اینجا نشستم؟ کار دارم بابا. آقا صالح میخواستم یه چیزی بهتون بگم. بفرمایید. راستش من یه مهمونی زنونه دارم. بله بله. اما وضعیت خونه منو که میدونی. میگم اگه اشکال نداره مهمونی رو اینجا برگزار کنیم. عیب نداره. واقعا دیگه شورشو در آورده. با من بود بابا با من بود. من یه چیزی پرسیدم برای همین با من بود. من میگم آسمان خانم این چه حرفیه میزنین؟ اختیار دارین. اینجا مثل خونه خودتونه. خودتون هر کاری دلتون میخواد بکنین. شما راحت بس باشین. دارم خفه میشم. من میرم پیش زینب. زینب کی؟ زینب دختر مریم خانم برگشته. منم سورپرایز کردم. وای خدا چه سورپرایز خفنی. اتفاقا مریم خانم به من گفته بود. مریم خانم کیه دیگه؟ چقدر میمونه؟ کی میخواد برگرده؟ اون دختری پرو برای چی اومد اصلا ها؟ حتما مریم خانم خیلی خوش شد. حالش چطوره؟ من مریم خانم رو میشناسم. بسته دیگه. یکی حرف بزنی. من رفتم حوصلتون هم ندارم. ای بابا چه گیری افتادم. آقا صالح بله یه شب سالاد درست کنم یا اینکه جاجیک با سیر دوست دارین چی میخورین ها؟ بی من بگی. جاجی خیلی مسخره است. خیلی چه رویی هم داره به خدا. این زن فکر میکنه خانم خونه است. دیوونه است بابا. یه آدم دیوونه دور من جمع شدن. ظریفه باید حرف بزنیم خیلی مهمه. ممنون میشم اگه همین الان بیای. تو کافه ساحلی منتظرتم. سفاش. این دیگه چی میگه؟ ظریفه اصلا نمیتونم دیشبو فراموش کنم. باید حرف بزنیم. خواهش میکنم دلمو نشکن. همین الان بیا تو کافه منتظرتم. باریش. میگم بابا به نظرت یکم زیاده روی نکردی یا؟ ساکت شو پسر. تو چی میفهمی آخه واسه خودت ور میکنی؟ مگه نمیبینی آقا شناسی برای خودش مهمونی رو انداخته آخه؟ به خدا اعصابم به هم میریزه. همینجوری برای خودشون میچرخن. اینا دشمن جونن. بله باید مردم رو آگاه کنیم. اونا به دخترای آقا رستم هم نظر داره. دخترای من قاطی نکنی که میشنوه. بابا اگه بذاری میرم یه پس میزنمشون. بشین سر جات. عامر جان چی کار میکنی؟ چرا الکی عصبی میشی آخه؟ بابا تو هم داری نف میریزی تو آتیش اینا. پدرت درست حرف بزن. یعنی دخترای من انقدر بیچاره شدن که بدمشون دست اونا؟ آخه میدونی خودمون این همه پسر درست حسابی تو روستمون داریم. واسه اون میگم. مختار کشش نده. بلند شو برو سر کارت. زود باش. باشا. اونا دلشون به اون صالح خوشه.
ولی آقا رستم مثل شیر پشت توه، مثل شیر. منم میخواستم همینو بهت بگم رئیس. خب یه خورده پول لازم دارم، میخواستم یه چیزایی بخرم بدم به مردم. برای شبم حرفامو میزنم دیگه تموم شه بری. ببینم چی میشه. یه کاریش خدا میکنم خیرت مختار، بده. یه کاریش میکنم. آهای میخواستیت کجا داری میری؟ جایی نمیرم بابا. چیزه میگم چطوره برم یه سر و گوش یاب بدم ببینم این کاروانچیا دارن چی کار میکنن. بالاخره باید حواسمون جمع باشه دیگه. پسر تو این روزا خیلی عقلت کار میکنه. آفرین به تو، آفرین آفرین. حالا برو ببین دارن چی کار میکنن، به منم گزارششو بده. حالا بودو گزارش لحظه به لحظه بهت میدم بابای قدرتمند من. برو پسرم برو. میبینی عین باباشه، چقدر زرنگه، عین خودمه. اینم مثل خودم باهوشه، مطمئنم که رو سفیدم میکنه. تو دل ظریفه طوفانی به پا شده بود. انگار تپش قلبش مثل موج شده بود و هی میخورد به صخره ها. چیکار بکنه؟ تا الان همچین حسی رو اصلا تجربه نکرده بود. ذهنش حسابی به هم ریخته بود. دلش بیشتر برای کدومشون میزنه؟ برای ساواش یا برای باریش؟ منم نمیدونم. بله دیگه عشق اینجوریه، عقل از سر آدم میپره. تا به خودت بیای یهو میبینی که عاشق شدی، خودت نمیفهمی اما یهو دوچارش میشی. وای به روز کسی که هیچ وقت عاشق نشده و نمیدونه عاشقی چیه. ای داده، یعنی آدم چی میگه؟ میگه من عاشق شدم. از کجا میگه؟ ببین دخترم، بدون اینکه خودت متوجه بشی عشق جوری بازی میده که نمیفهمی. اگه ببینی چقدر باهوشه، چقدر عشق داره، چقدر جذابه. هر کاری میکنه تا بالاخره یه راه پیدا میکنه تا وارد قلبت بشه. واقعا اینجوریه؟ نزدیک بود برنده بشی باریش. دختر گذاشت رفت، چی داری میگی؟ فکر کنم یه اشتباهی کردی. آره فکر کنم ترسوندیمش. هی 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 ما دخترای جذابی اومدیم اینجا که با هم باشیم. کسی نمیتونه ازمون فرار بکنه. پس بیا با هم برقصیم. معلومه دارین چی کار میکنی؟ به خدا تا امروز همچین چیز چندشاوری ندیده بودم. حسابی دلش ببینم اینجا رو یادت میاد؟ آره؟ چقدر اینجا میدویدیم؟ یادت چقدر مسابقه دادیم؟ یادت میاد؟ آره واقعا چقدر میدویدیم. تو همیشه از من میباختی. چی داری میگی؟ من کی باختم؟ عمرن یادت یه بار با هم رسیدیم؟ بیا اینجا بشین. یادت با هم رسیدیم بعد همونجا عهد بستیم؟ یادت میاد؟ آره یادمه. ای کاش بازم مثل اون قدیما بودیم. ای کاش بزرگ نمیشدیم زینب. هر چقدر که ما بزرگ شدیم انگار دنیا هم کثیف‌تر شد. اطرافمون پر شد از آدمای دروغ و دغل‌باز. راست. تو منظورت کیه؟ کیو میگی که دروغگوه دغل‌بازه؟ عشق زندگی. زینب تو عاشق شدی؟
بذار برات بگم. اولین سالی که رفتم استانبول با یه پسر به نام آردا آشنا شدم. باید میدیدیش، خیلی جذاب بود و آدمو دیوونه خودش میکرد. من ازش خیلی خوشم اومد. اون زندگیمو نابود کرد. از اول برام تعریف کن ببینم دقیقاً چی بود. زود باش بگو. ببین یه بار از دانشگاه اومدیم بیرون و بچه‌ها رفتیم پاتوق همیشگیمون. یهو دیدم یه پسر خوش‌اندام، سری باهاش آشنا شدم و اوه اون شد عزیزم. اینی که میگی یعنی چی؟ چیز یعنی دوست پسرم شد، با هم دوست شدیم. آها وای خب بگو. هیچی دیگه، عقل از سرم پرید، درس و مشق دیگه کنار گذاشتم. واسه خودمون میگشتیم، میرفتیم سفر. خیلی عاشقش شده بودم. رستم بهترین کاپل سال شده بودیم. فاجعه ای بود دیگه. دختر چی میگی؟ پسر طوریش شد؟ ای کاش اینطوری بود. پسر نامرد از آب در اومد و یهو قیبش زد. کجا قیبش زد؟ نمیدونم که. من اون موقع‌ها یکم پول داشتم. خانواده‌ام برای مخارج تحصیلم فرستاده بودن. با هم همه پولا رو خرج کردیم. بهترین ساحل‌ها، مهمونی‌های VIP. آردا کلی خرید کرد. واقعا که دختر آخه تو چی کار کردی؟ رفتی همه پولا رو خرج پسر مردم کردی؟ چی میگی ظریفه؟ با هم دیگه پول یه ماشین رو خرج کردیم. اونا همه پوله تحصیلم بود. بعدش هم که پولم تموم شد آقا آردا قیبش زد. عجب آدم دیوونه شدم، افسردگی گرفتم. باید حال روزمو میدیدی، داشتم میمردم. خب دخترشون تو چرا نرفتی دنبالش؟ باید میرفتی پیداش میکردی، ازش میپرسیدی چرا همچین کاری باهات کرده. چی داری میگی؟ کلی زنگ زدم شمارش که قطع بود. از هر کی پرسیدم خبری ازش نداشتن. هیچکس حتی نمیدونست خونش کجاست. طرف آب شد رفت توی زمین، انگار اصلا وجود نداشت. خب بعدش چیکار کردی؟ چی کار میکردم؟ منم گذاشتم رفتم آلمان پیش فامیلمون. اونجا درسم و ادامه دادم. بالاخره یه جوری گذروندم دیگه. بعدش چی شد؟ بعدش رفتم پیش روانشناس برای اینکه فراموش کنم هر کاری کردم. هر جا رو نگاه میکردم اونو میدیدم. حتی دلم نیومد عکسمونو پاک کنم. میدونی بهم چی میگفت؟ روح منی همش دروغ بوده. عجب آدم بی‌وجدانی. اینجور آدم رو باید سرشون رو با سنگ خورد کنی. باید این کارو بکنی که با دخترای دیگه این کارا رو نکنن، باید بفهمن. ای بابا، با گذر زمان همه چی عادی میشه. تا حالا کسی از عشق نمرده. واقعا از دنبال کننده ها ممنونم. هیچ وقت تنهام نذاشتن، همش کنارم بودن. بگو ببینم، منظورت از این دنبال کننده هایی که میگی یعنی کسی دنبالته؟ زینباره؟ نترس، برای من همشو تعریف کن. وای ظریفه جون، تو کدوم دوران زندگی میکنی؟ مگه 100 سال پیشه؟ شما هنوز با دود با هم ارتباط برقرار میکنین؟ تو نمیدونی دنیای مجازی چیه؟ اینترنت رو میگی تو؟ فهمیدم بابا، من از این چیزا خوشم نمیاد. اصلا اسم این چیزا میاد کهیر میزنم. آی ظریفه، باید برای تو یه پیج باز کنم. به خدا میتره کنی، باورت میشه؟ خیلی عالی میشه. خودم مخ تو رو میتره کنم. همش که من تعریف کردم، تو هم یکم از عشق و عاشقیت برام بگو. آره خب فکر کردی من احمقم؟ خب دیدم اون پسر چجوری نگات میکرد دختر. غلط کرد، نگاه کرد. مثل یه بار دیگه اونجوری نگاه کنه همچین میزدم چششو در میارم دیگه نتونه کلا جایی رو نگاه کنه. تو اصلا عوض نشدی. میدونی چیه؟ تو یکم عوض شدی رفیق. بگیر. چه خوشگلی شدی. چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ نکن زینب. تو خود من دیگه بسته. باشه باشه. ویش بلند شو، باید اینا رو پخش کنیم قبل از اینکه بابا بیاد. فازه این بابا. وای دوستان، چی کار میکنی؟ اینا چی هست؟ برای اینکه دل مردم روستا رو به دست بیاریم بابام رفته بروشور چاپ کرده. عجب، خوب کاری کرده. فکر خوبی ها، ولی باید اینا رو پخش کنید وگرنه اینجوری هیچ کس نمیبینه. چرا به ذهن خودمون نرسیده بود؟ پس چی؟ نباید بیکار بشینی، باید یه کاری کنی. ببین مثلا آقا رستمینا برای اینکه مخ مردم رو بزنن رفتن واسه قهوه خونه تلویزیون خریدن. میبینی چه هوشی دارن؟ ما بیکار نشستیم دیگه. نگاه کن. چی رو ببینم؟ میخواین فیلم نشون بدین؟ فکر خوبی کردین، به نظرم جواب میده. من چی کار کنم؟ اگه کمکی از من برمیاد بگین. چیه؟ چرا اونجوری نگاه میکنین؟ یه جوری نگاه میکنین که آدم میترسه. چطوری عایشه؟ بی تو چی؟
لباست چه خوشگله. بابام از ایزمیر برام خرید. میخواستم یه چیزی بگم. کاروان چیا امشب میخواد فیلم پخش کنه. من میخوام برم. اگه دوست داشتی با هم بیا. لازم نکرده. بابام از اونا خوشش نمیاد. به بابام میگم محمد میخواد بره پیش کاروانچیا. از دستت عصبانی میشه. بله من اصلا شناسی رو قبول ندارم. باید از اینجا بذاره بری. چی شده دخترم ها؟ مامان پول لازم داره میخواد بره بازار. مگه دیروز نرفت؟ من که اینجا پول چاپ نمی کنم. برو بهش بگو پول نداره. بابا محمد میخواد بره پیش کاروانچیا فیلم ببینه. چه فیلمی دختر؟ کاروانچیا شب میخوان فیلم پخش کنن. محمد گفت نگاه کن تو رو خدا عجب رویی دارن. آخه یعنی چی؟ این کاروانچیا هم هر روز دارن یه فیلم نشون میدن. دخترم برو به مادرت بگو بابا شب که بیاد حساب تو میرسه. برو ببینم برو. بفرما آقا مختار. یه الف بچه از همه چی خبر داره. من که بهت گفتم بذار برم حالشونو بگیرم. بشین سر جات لازم نکرده. ما تو این روستا دموکراسی داریم. باید از راه درستش حلش کنیم. مختار تو هم همش داری گند میزنی. چه حرفیه رئیس؟ من که همش دارم زحمت میکشم. مگه بیکار نشستم؟ به این عثمان گفتم برو ببین چه خبره. اصلا معلوم نیست کجا رفته. خبری هم ازش نیست. بس دیگه حرف الکی نزن. این فیلم نباید پخش بشه. همین که گفتم. اگه من رستمم اجازه نمیدم این فیلم پخش بشه. اینا همش طلایه. برای من آوردی رئیس. اینا رو بدم به مردم مختار. چی میگی رئیس؟ این همه طلا رو میخوای بدی به مردم؟ اینا 1 لیر است. 1 لیر. همش آب طلاست. قلابی مختارم. مهم نیست اصلا. 1 لیرم 1 لیره. بذار یه نگاهی بندازم بهش. اوه چقدرم زیاده. خیلی زیاده. اینا رو عامر پخش میکنه بین مردم. اختیار داری رئیس. اصلا جایی که من هستم چرا عامر رو اذیت میکنی؟ تو اصلا نگران نباش. من خودم همه رو پخش میکنم. امیدوارم دست به خاک میزنه تلاشه. نه اینکه چون پسرمه میگم خدا رو شکر خیلی دست و دل بازه. ماشاءالله. ماشاءالله بگو خواهر جون. ماشاءالله بگو. خوش به حال دختری که عروسمون بشه. پسرم عثمان نمیذاره عروسم دیگه دست به سیاه و سفید بزنه. راست میگی به خدا. پسری که برای مادرش اینو میگه برای زنش چی کارا میکنه؟ چه کارا مگه نه؟ چی شده؟ بالاخره برای عثمون رفتی خواستگاری؟ نه رفتیم. جوونای الان تا دختر رو نبینن نمیپسندن که زن بگیرن. ما هم بهش گیر ندادیم. گفتیم خودشون تصمیم بگیرن. خوب کردی خواهر. کار خوبی کردی. همین اول کاری دختره رو برداشته برده گردش بچه پر رو. ما هم خبر نداشتیم. آره دیگه انگار میخواسته سورپرایزش کنی. چی داره میگه خاله خدیجه؟ زشته ها. حرمت نون و نمکی که میخوری و نگهدار. حالا خوب اینجا مهمونیه کارت زشته. دختر بیچاره رو ناراحت کردی. اون موقع که پسر من ناراحت شد خوب بود. تا در خونه‌شون اومدیم بیرونمون کردن. الان ما دیگه این دختر رو نمیخوایم. دو طرف است. مامان اوضاع خیلی بریخته. خیلی خوب خانوما. کی میخواد براش فال بگیرم؟ تفریح خوبیه ها. آره من که میخوام. برای منم بگیر. منم یه دونه میخوام. اعصابم خورد شد آسمان خانوم. من برم حال عثمانو بپرسم. تو حواست به مهمونا باشه. خب باشه دخترم. تو به کارت برس. من همه چیو میدونم. خیالت راحت باشه. جواب این زنم خودت بده. من خودم حساب پسرش رو میرسم به موقعش. خدا خیرت بده. مادر یه جور تو مخه پسرشم یه جور دیگه. امینه جان قند اصلم چطوری؟ خوبم عثمان عالیم. این حرفا رو ول کن. هر جا هستی همین الان خودتو برسون اینجا ببینم. چی شده عزیزم؟ تو بیا من بهت میگم چی شده. چیزه امینه جان میام الان میام. ولی هر دفعه که تو اینطوری به من زنگ میزنی میدونی تاش یه گندی در میاد. من؟ جدی میگی؟ چه گندی؟ این چه حرفی عثمان جون؟ ببین خوشگلم بذار بگم. کشش نده عثمان. همین الان میای زیر درخت آرزو وگرنه دیگه منو نمیبینی. همین که بهت گفتم عثمان. ای خدا چیکار کنم؟ همش بدبختی. چیکار میکنی عثمان؟
چه خبره ها؟ ببینم این چیه؟ چی؟ کاروانچیا تو روستا بمونن؟ مهمون حبیب خدا؟ پسر خرف تو داری با اونا همکاری میکنی؟ نه بابا نه، هیچ ربطی نداره. ببین این کاروانچیا همه جای روستا از اینا پخش کردن. دارم همشو جمع میکنم، اگه باورت نمیشه نگاه کن. ببین. آفرین پسر، آفرین. گوش کن تو بعد من تو این روستا مختار خوبی میشی. امیدوارم بابا، امیدوارم. ببین عثمان، اون کاروانچیا هر طور که شده باید از این روستا برم. فهمیدی چی گفتم؟ بله بابا جون، میرم. این چیه بابا؟ این؟ نگاه کن، بذار چند تا از این نمونه ها بهت نشون بدم. میدونی چیه؟ سکه طلا. سکه طلا یه عالمه، میخوام بین اهالی پخشش کنم. میخوای طلا پخش کنی تو روستا؟ تو کل روستا؟ سکه نکن پسر، همش قلابیه. اما چون آب طلا خورده بهش هیچ کس نمیفهمه. قلابی انهاده. آخه من چی به تو بگم بابا جون؟ از کجا اینا به عقلت میرسه؟ اون کاروانچیا باید هر جور که شده از این روستا برن. باید شناسی از اینجا بره. شناسی میخواد بره. همه چی داره قراقاتی میشه. اینا میخوان همه مردم رو راضی کنن. باید یه کاری بکنم. خیلی خوب، حالا دیگه نوبت آسمان خانومه. چه جالبه، خیلی جالبه. قشنگ بهم بزن سیفکی. یه مرد اینجاست. تنها چیزی که برای اون هست مرده. حداقل هرچی هم نباشه مثل شوهر تو که آویزون نیستم. بلش کن عزیزم، تو بقیه‌شو بگو. این آدم خیلی به شما نزدیکه، اما یکم خجالتیه. منتظر حرکت از طرف توه. خب الان یعنی چی حرکت؟ دقیقا باید چی کار کنم؟ الان بهم بگو. اصلا عجله نکن، خیلی چیزای خوب میبینم. همتون قرار خوشبخت بشی. هممون کیه؟ تو و اون من و البته ارکان. الهی، اگه با اون ازدواج کنی از طرف ارکان خبرای خوبی میشنوی. کلا براتون خوشحالی افتاده. وای میبینی تو رو خدا، من همش پیش خودم خجالت میکشیدم. خوشبختی تو دسته توه، نه آسمان خانوم. برای همین اصلا خجالت نکش. اینجا چه خبره؟ آها ظریف جون، قبل تو من قراره شوهر کنم، اونم چهارمیش. سفگی اینجوری میگه. خیلی بامزه بود. اصلا به شما چه؟ همه گیر دادین به من. زندگی من به خودم مربوطه. همه به کار خودتون برسین. دیگه چی میبینی دخترم؟ بگو ببین. دیدی چه حالی ازشون گرفتیم؟ یه کاری کردی که اون بدبختا دیگه از هرچی فوتبال حالشون به هم بخوره. چی کار کردین بچه‌ها؟ بابا با بچه‌ها رفته بودیم با بچه‌ها بروشورا رو پخش کردیم. بابا نگاه کن چقدر گرم بود، عرق کردیم. راست میگه بابا، هیچی نموند، همه رو پخش کردیم. جون تو. آفرین به شما پسرای گلم، بهتون افتخار میکنم. هیچ کس نمیتونه ما رو از اینجا بیرون کنه. فقط بذارین فرمول دارو رو بگیرم، یه ماشین واسهتون میخرم، یه دونم کشتی میگیرم. فقط خوش بگید. گوش کنید. چی شده عثمان؟ مشکلی هست؟ بله، یه مشکل خیلی بزرگ. حرف بزن دیگه. بابا اینا دارن بین مردم سکه طلا پخش میکنن. چی؟ اینا مریضن بابا. یعنی چی که طلا پخش میکنن؟ اوه ساکت شو ببینم. چرا برای ما طلا نیاوردن؟ مگه ما جزء این مردم نیستیم؟ تقلبی. اونا میزنن تو آب طلا. بله، میخوان مردم رو گول بزنن بر علیه شما. ای وای، این چرا به ذهن من نرسید؟ ببینم این قضیه واسه امروزه. بله. عجب آدمایی هستن. حالا باید چی کار کنیم بابا؟ آروم باشین. ما چی کار میکنیم؟ ببین ما حمله میکنیم، باید بهشون حمله کنیم. فهمیدین؟ 4 تایی. شما با من ایناره با من این. منم همون شناسی. منم هستم. داداش. بله داداش شناسی. من یه کار مهم دارم. میشه فعلا خودتون 3 تایی همکاری کنیم؟ من بعدم بهتون ملحق بشم. فعلا با اجازهتون. آقا عثمان، تو فقط بیا که میخوام روزگارتو سیاه کنم. کجایی عثمان ها؟ من اینجام. قند از دلم. خوبی؟ خوبم عثمان.
تو رو که دیدم بهترم شدم الان. نکنه باز من ناخواسته کاری کردم. خوشگلم. نه، اما الان میخوام ناخواسته یه کارایی بکنم. برای همین بهت گفتم که بیا. میخوای چیکار کنی؟ بذار بیا. میخوام ببندمت عزیزم. چرا؟ اینو بگیر ببینم. گرفتم. بیا این طرف. اومدم. مگه ما عاشق هم نیستیم؟ عاشق همیم دیگه. همینه. مگه نمیخوایم ازدواج کنیم؟ معلومه که قرار ازدواج کنیم. اینو بگیر ببینم. همین از توش رد کنم. آره از توش رد کن اسکن. خیلی بامزه میدندی ها. خیلی قشنگه. عثمان ما قرار ازدواج کنیم یا نه؟ معلومه که ازدواج میکنیم. همینه مثل این فیلم ها قرار عاشقانه میذاریم. خیلی هیجان انگیزه. یه وقت کسی نبین. همینه. تو حواست باشه یه وقت کسی نبین. هیچ کس نیست. خیلی خجالت میکشم. به جون خودت خجالت میکشم. پاهاتو بیار جلو. میخوای با ما ماساژ بدی؟ میخوام پاهاتو ماساژ بدم. پاهاتو بیار جلو. باشه. همینه. جورابام که بو نمیده. نه بابا بو نمیده. تازه شستمش. تو دوست داری فانتزی داشته باشیم آره؟ ببینم فکر کردی الان این چی؟ همینه. این چیه؟ تو با یه دختر رفته بودی بیرون؟ بعد اونجا با هم بستنی خامه خوردی بره؟ همینه برم کن. همینه تو رو خدا. همینه به خدا دارم میمیرم. مامانت گفت که هست. مامان قربونت برم. مگه مامانم میشناسی؟ مامانم دروغ گفته. مامانم دروغ شما گفته. دارین چیکار میکنین عثمان خان؟ من با مادرت کاری ندارم. من تو رو میشناسم عثمان. من احمقم. آره فکر کردی احمقم؟ معلوم هست دارین چیکار میکنین. اگه یه بار دیگه همچین چیزی بشنوم به خدا میکشمت. فهمیدی عثمان؟ باشه. تو خجالت نمیکشی نه؟ خجالت نمیکشی؟ امینه نکن. امینه تو رو خدا. امینه تو رو خدا. خسته شدم. همینجوری بمون. امینه داری میری. امینه جان.